الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز و گرامی قدر، امروز بهر شما یک حدیث را از پیغمبر خدا علیه السلام بیان میکنم. حدیث بیانگر سه گروه انسان هایی هستند که اونها مستجاب دعوه هستند، یعنی دعای همین سه گروه قبول میشن. شما کوشش کنید که همین انسان ها به نیکی شما را یاد کنند، یعنی دعای نیک در حق شما کنند. یکم گروهی که پیغمبر میگه مستجاب دعا است، این انسان مسافر است. هر کسی که در مسافرتی در سفر میبره، شما کوشش کنید که پیغمبر میگه که از اونها دعا طلب کنید. بگه برادر ای خواهر، وقتی که به غربی به سفر که میبره در دعات مرا یاد که در حق ما دعا کن، به خاطر او مستجاب دعا است. در حق تو دعا کرد ان شاء الله که آیندت نیک میشه. دوستای خدا میگن که درخت به آب سبز میشه و آدم به دعا. یکم گروه انسان مسافر است. دوم گروهی که مستجاب دعوه هستند، این پدر و مادر است. اگر پدر و مادر ما را در حق ما دعای نیک کردن، آینده ما بهترین میشه ان شاء الله. و اگر پدر و مادر در حق ما دعای بد کردن، عاقبت ما خار و ذلیل میشه. بسیار برادر، بسیار خواهران هستند که دعای عالم میروند، تو چند کیلومتر طی میکنن، میروند یک عالم زیارت میکنن، دعاش میگیرن. نه که پدر و مادر که خدمتش کرده است، کلانش کرده است، دعاش نمیگیره. به این خاطر برادران کوشش کنه که دعای پدر و مادرم بگیره. دعای پدر و مادر برکت زندگی من و شما میشه. پیغمبر میگه که بکاء الوالدین من العقوب. اگر پدر و مادر آب دیده کنه ما عاق میشیم. وقتی پدر و مادر در حق من و شما که دعای نیکی کنه، هم در خود ما، هم در خانواده و هم در زن و فرزند ما و شما برکت میشه. دیم گروهی که ما باید دعای او را بگیریم، او را غنیمت بدونیم، این پدر و مادر است. هر لحظه وقتی قیش و صحبت میکنیم، کوشش کنیم که از پدر از مادر خواهش کنیم که در حق ما و شما دعا کنه، به خاطر که اون مستجاب دعوه هستن. از دعای بعد اونها بترسیم، کوشش کنیم که دعای بعد ما نکنه. و سوم گروه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه انسانی که دعاش قبول میشه آدم مظلوم است. آدم مظلوم فقط ما و شما خیال میکنیم آدم مظلوم همین کسی را میگن که مالش بگیرن. نه برادر، اون مال هم گرفتن هم آدم مالش هم بگیری، مظلومش میگن آبی دیدش هم بریزونی، مظلومش میگن تحقیرش کنی، دشنامش بتی، او را مظلوم میگن. هر کسی را که از کار بیکار کنی، فندش کنی، پلش بگیری، فریبش کنی، نیرنگش کنی، بیچاره در دشت مونه، دیگر راهی نیوبه، همه همین گروه ها مظلوم میگن. حتی جوان مردی که زن خچه به هیچی طلاق میکنه در دشت میگذاره، همون زن هم مظلوم میگن. از دعای همین ها بترسه. حتی پیغمبر میگه همین مظلوم کافر هم باشه، از دعاش بترسه که دعاش مستجاب میشه. بین مظلوم و بین پروردگار پرده ای نیست، یعنی دعا